بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و به یاد دارید وقتی را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز عین وصیت را نمود. ای پسران من، حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید، پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید چون به فرزندان خود گفت بعد از من چی چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، خدای یکتا را، و ما به او تسلیم هستیم. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند، هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سؤال قرار نمیگیرید. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید. برایشان بگو نخیر، بلکه آیین خالص و پاک ابراهیم را پیروی میکنیم و او از مشرکان نبود.